این دانشگاه‌های ولایت خودمختار شینجان اویغوری چین به دانشجویان خارجی از جمله توجیکان هشدار دادند که روزه نگیرند وگرنه مجازات میشوند. سالهای اخیر توجه جوانان توجیک برای تحصیل به چین زیاد شده است و بسیاری از آنها دانشگاه‌های شهر ارومچی را که به تاجیکستان نزدیک است انتخاب میکنند. همکارم عبدالله شورف چنوچرای این موضوع را تحقیق داشت و عین حال با ما در استودیو است. عبدالله سلام. خب بگوید که با چه خاطر چین مانع روزه‌داری دانشجویان توجیک می شود و اگر روزه‌داری آنها ثابت شود چی آنها را انتظار است؟ سلام شهلا. این اقدام مأموریت دانشگاه‌های شهر ارومچی چین بخشی از معرکه دینزدایی و مبارزه با جدایی طلبی و رادیکالیسم دینی است. چین از حرکت‌های جدایی طلبانه برخی از گروه‌های مذهبی در ولایت خودمختار شینجان اویغور نگران است و از این رو به هر گونه گروش جوانان به سوی مذهب و تندگرایی حساسیت نشان می‌دهد. حداقل 4 دانشجوی تاجیکی در دانشگاه‌های این ولایت چین تحصیل می‌کنند. در صحبت با ما گفتند قبل از شروع ماه رمضان مأموریت دانشگاه آنها را از منع بودن روزه‌داری آگاه کردند. دانشجویانی که با ما هم صحبت شدند نخواستند نامشان آشکار شود چون در صورت آشکار شدن اسمشان با آنها خطر اخراج شدن از دانشگاه تهدید می‌کند. ماموران پیش از آغاز ماه رمضان از هر یک دانشجوی خارجی که مسلمان هستند در این باره امضا گرفتند. خب عبدالله، برای من عجیب است که ماموریت دانشگاه از کدام راه روزه‌داری دانشجویان را نظارت می‌کنند؟ همصحبتان ما شهلا از شمار دانشجویان تاجیک در ارومچی میگویند مسئولان خوابگاه وقتی افطار و سحرخوری اتاقهای آنها را تفتیش میکنند که مبادا کسی روزه نگیرد. اگر روزه داشتن دانشجو اثبات شود او را به گفتگو اخراج میکنند، گفت یکی از همصحبتان ما. دانشجویان میگویند محدودیت و نقض حقوقهای مذهبی تنها با منع روزه‌داری ختم نمیشود. مأموریت دانشگاه‌های ولایت خودمختار شینجان اویغور چین در نزد دانشجویان خارجی پیرو دین اسلام شرط گذاشتند که از خواندن ادبیات دینی، خواندن نماز، تراویح، گذاشتن ریش پرهیز کنند وگرنه اخراج میشوند. جالب است. حالا شماره دانش بله، چقدر از حالا شماره دانشجویان؟ من همین رو میخواستم از شما بپرسم عبدالله. بله، در چین عین زمان بیش از 3000 دانشجوی تاجیک در 112 دانشگاه‌های عالی این کشور تحصیل میکنند. عین زمان شماره آنها به بیش از 3000 نفر میرسد. تشکر عبدالله برای صحبت. بیننده عزیز، این موضوع را شما میتونید با تفصیل در سامانه ما www.azudin.org بخونید.